در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی لحظه زن و زنی روز 24 ایول سال 2023 بین ساکنان دهات نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در راه بین وارخ و اسفره نشر شد. در ثبت دیده می شود که یک راننده سالخورده با ماشین رنگ سیاه مرسدس پیش روی کاروان ماشین های توی را می گیرد و از ماشین فرآمده از روی ویران و ولنگار چند سنگ را برداشته به طرف ماشین های کاروان توی می پرتاید. بعد این شهمرد و میمان های توی بر راننده ماشین رقمایش قرقیزی حمله کرده او را لطو می کنند. بنا به خبرها ساکن دهه قرقیزنشین اقصای رانندگان از کاروان توی را که از وارخ به طرف اسفره می رفتند به کوشش ایجاد خلل در راه حرکت خود ایبدار کرده است. جانب تاجیکستان این را رد می کند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در یک بیانیه که صبح 25 ایول سال 2023 نشر شد تصدیق کرد که نیمه دوم روز 24 ایول ساعت 17:30 دقیقه در منطقه نزد مرزی تاجیکستان با قرقیزستان مناقشه رخ داده است. مرزبانان تاجیک ساکن قرقیزستان را در این مناقشه ایبدار کردند. بنا به اطلاع جانب تاجیکستان کاروان عبارت از 8 ماشین ساکنان جماعت دهات وارخ برای گذراندن توی عروس و دامادی فرزندانشان به سمت شهر اسفره حرکت داشت. در نزدیکی درآمدگاه دهه اقصای شهروند جمهوری قرقیزستان ساکنان جماعت اقصای کشور همسایه که در حالت مستی ماشین تمغه مرسدس بنز با رقم‌های قید دولتی قرقیزستان 13403 KG را اداره می‌کرد با بهانه گویا یکی از ماشین‌های کاروان تویانه برای حرکت او مانع ایجاد کرده است راه حرکت ماشین‌ها را می‌بندد. سپس از ماشین بیرون شده ماشین‌های شهروندان تاجیکستان را مورد سنگباران قرار می‌دهد. در نتیجه قسم‌های گوناگون 3 ماشین می‌شکند و 4 شهروند تاجیکستان ضرر سبک جسمانی می‌بردارند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر داد که بعد به مکان حادثه حاضر شدن کارمندان مقامات محلی، حاکمیت دولتی و حفظ حقوق تاجیکستان و قرقیزستان گفت و شنید دایر گردیده مناقشه خاتمه داده شد. در خبر درباره مسدود شدن راه وارخ چیزی گفته نشده است، ولی ساکنان گفته بودند که حربیان و ساکنان قرقیزستان بعد این مناقشه اخیر یگانه رو به طرف جماعت وارخ را برای چند ساعت بستند. مرزبانان تاجیک میگویند در حال حاضر وضعیت در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان معتدل است و کمیسیون مشترک دو جانبه سبب عامل‌های اساسی مناقشه را معین می‌نماید. قبلا خدمات مرزبانی قرقیزستان ساکنان دهه‌های وارخ و خواجه اعلی تاجیکستان را در سر زدن مناقشه روز 23 ایول ایبدار کرده بودند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در سالهای آخر 2021 و 2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.